چوسی سلام، خوش اومدی به یه برنامه دیگه با ماکان ویت کی. چه خبر؟ آقا امروز اومدم به سوالایی که شما بیشتر از من پرسیدید جواب بدم. این چیه دست من؟ این همون سوالاییه که شما پرسیده بودید. و چرا این توه؟ چون من عادت دارم همه چی رو بنویسم و چون من دیگه اونقدر هنوز چوسی رو پر نکردم که دوتا گوشی بگیرم، مجبور شدم این تو بنویسم. و امروز اومدیم اینجا. چند روز پیش اگه یادتون باشه ما توی اینستاگراممون که این بالا الان میادش یه دونه کوئسچن باکس گذاشتم، گفتم عزیزای دلم، خوشگلای من، زیبا رویان، سوال بپرسید، سوالای باحال توپ بپرسید که من بیام امروز اینجا بشینم با شما صحبت کنم، جواب سوالای قشنگتون رو بدم. روز موعود فرا رسید. امروز قراره اطلاعاتی که مربوط به من میشه رو در جریانش باشید. چه اتفاق بزرگ و مهیجی. واو. قبل از اینکه بریم سوالاتون رو جواب بدم، بذار یه مقدار اطلاعات راجع به خودم بهتون بدم. اسم من ماکانه، فامیلیم اعلاه ولی بدون الف، با عین شروع میشه. اشتباه نکنید، همه جا من این بدبختی رو دارم، میگم آقا به خدا با الف نیستم، من اعلاه با عینم. عین. بگذاریم. اسمم که ماکانه، فامیلیم اعلاه، رنگ مورد علاقم مشکی و توسیه، رشته ورزشیم بسکتبال بودش. من 9 سال به صورت حرفه‌ای میرفتم بسکتبال، ولی بنا به دلایلی مجبور شدم که ولش بکنم. دانشجوام، رشته هتلداری معماری بودم که عوضش کردم، الان دارم هتلداری میخونم و متولد 17 آبان 1383 هستم. 2000 years later. بریم واسه یه جواب دادن به سوالای زیبای شما. متشکرم. از چه رفتاری بدت میاد؟ بستگی داره. خب عزیز دلم توی چی میگی؟ مثلا تو رفاقت از چی بدم میاد، یا مثلا پارتنری که قرار داشته باشم چی کار بکنه بدم میاد، که من جفتش رو بهت جواب میدم. توی رفاقت از دورویی خیلی بدم میادش، یعنی جلوت بشینه یه حرفی رو بزنه، یا مثلا جلوت خوبه تو بگه، ولی تو وقتی اونجا حضور نداری بیادش بگه ببین فلانی ناکن اینطوریه ها، فلانی اونطوریه. دوست دارم که چیزی که جلومه همونم پشت سر من باشه، که با افتخار سرمو بیارم بالا بگم این رفیق منه ها، ببین رفیقمه. شغلت چیه؟ طلا فروشی دارم بچه‌ها. آدرسش هم که دیگه انقدر بچه‌ها ماشاءالله بهم لطف دارم بهتون گفتم. سوال بعدی، قصد مهاجرت به کدوم کشور رو داری؟ بچه‌ها این هنوز قطعی نشده رفتن من و هنوز بهش فکر نکردم که کجا 100% رفتنم، ولی اینو میدونم که آقا باید برم. خب چون الان من هر چقدر که درآمدمه نصفشو دارم میرم دلار میکنم و یعنی عزممو دارم جذب میکنم که پاشم و یه تکونی به خودم بدم که بتونم برم، ولی فعلا سربازم و پروسه‌شو باید طی بکنم. میدونی چی میگم؟ ولی خب سربازی هم قرار نیستش برم. سوال بعدی، چند سالته؟ 17 آبان میشم 21 سال. الان 20 سالمه، تقریبا 1 ماه خورده دیگه میرم تو سن 21 سالگی. یه چیز بگو واسه کنکورم انرژی بگیرم. ببین عزیزم، من سعی میکنم در چیزهایی که در توانم نیست و سررشته‌ای درونش ندارم نظر الکی ندم. خب به درس من علاقه هیچی ندارم، صفر. و الان هم که دانشگاه میرم فقط و فقط به خاطر سربازیه. اگه خریدش باز بود یک لحظه هم مکس نمی کردم. ولی تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه که اگه بهش علاقه داری صفر بهش بچسب و یه جوری بخون که بتونی از ایران بری. چون استاد دانشگاه من واقعا هم خیلی دوستش دارم، دکترای اون رشته رو داره و بعد از ظهر میره اسنپ کار میکنه. من از وقتی این موضوع رو فهمیدم ترکیدم، اصلا نابود شدم. سوال بعدی، چرا آخرین رابطت کات شدش؟ او دراما او مای گاد. No! ببین راجع به این موضوع دوست دارم صحبت بکنم، چون چیزی که گذشته دیگه گذشته. فقط یه چیزو که میتونم بهتون بگم اینه که حتی اگه من مقصر کاتش نباشم هم همه جا اینو گفتم و باز هم میگم، حتی جلوی دوربین
همه تقصیرها رو من گردن میگیرم. اصلا بعد اون رابطه من دوست ندارم کسی که باهاش بودم بهش توهینی بشه، دوست ندارم که ناراحت بشه، به خاطر اینکه اون انتخاب من بودش اون شخص و من به انتخاب خودم احترام میذارم و همه جا هر جایی که نشستم خوبشو گفتم و خوبشو میگم. ولی یه چیز دیگه هم که این وسط هستش، شاید خودش هم این ویدیو رو ببینه، کی میگه، کی میدونه، چه میدونم، خودش هم این موضوع رو میتونه تایید بکنه. من بهترین آدمی بودم که اون میتونه تو زندگیش داشته باشه. هیچ کس مثل من نمیتونه اونقدری که من دوستش داشتم دوستش داشته باشه و سلام تمام. سوال بعدی، سینگلی؟ بله سینگل هستم، 1 سال و خورده ای هم هستش که سینگلم و فعلا انقدری که کار دارم، انقدری که درگیرم، وقت نمی کنم برم توی رابطه، چون یک رابطه نیاز به زمان داره، نیاز به محبت کردن داره، نیاز به تایم مناسبی رو داره که براش بذاری. خب نمیتونی تو به فقط صرفا وقت دختر یا پسر مردم رو بگیری بگی که من با تو رابطه‌ام ولی هیچ وقتی واسش نذاری، توجهی بهش نکنی. این کار کاملا کار اشتباهی عزیزم. غذای مورد علاقت خواستگاریه؟ من غذای مورد علاقم پاستا that's the بهترین غذاست. قصد مهاجرت داری؟ بله دارم، ولی نمیدونم این قصدی که دارم کی عملی میشه. من دارم تمام تلاشمو میکنم، هر کاری که شده میکنم واسه اینکه سریعتر بشه، چون من آدمی نیستم که بخوام بگم خب من برم حالا درست میشه همه چی. نه، من زندگی اوکی دارم خدا رو شکر، خوشبختانه. حاضر نیستم هیچ موقع بخوام از خوشیم بزنم برم اونجا به خودم سختی بدم که شاید یه روزی مثلا دوباره بتونم پولدار شم. اصلا نیستمش. راجب خودت بگو. یه آدم سگ اخلاق، یه آدم دیوانه، یه آدم مودی و یه آدم به شدت خنده رو. یعنی من هیچ وقت نمیتونی ناراحتی منو ببینی. من بدترین اتفاقم واسم بیفته باز دوباره میگم میخندم، اصلا برام مهم نیستش. برو سراغ سوالای بعدیتون عزیزم. کثیف‌ترین دروغی که گفتم. ببین من اصولا دروغ نمیگم، خب خیلی آدم روکیم، یعنی هر چیزی که بخوام میگم. حالا ولی خب میشه مثلا چه میدونم آخه، مثلا خب اون موقعی که خیلی سنم پایین تر بود میپیچوندم خونه رو، مثلا با رفیقام میرفتیم مثلا دنبال دختر بازیام، موقعی که سنمون خیلی کم بود. الان خدا رو شکر دیگه چسبیدم به باشگاه و سر کار و این داستانا دیگه، میدونی. خواهر یا برادر داری؟ بله، من 2 تا داداش بزرگتر از خودم دارم که ازدواجم کردن و الان 2 تا خواهر دارم در واقع، چون زن داداشای من جای خواهرای نداشته منو پر کردن. سوالت به شدت خوب بودش. میگه چرا ماکان ویت کی؟ چرا آیدی تو این گذاشتی؟ خب ببین همه جا به خاطر ماشین پورش ماکان همه جا ماکان رو با سی می نویسن. خب و این موضوع خیلی رو مخ منه، چون ماکان با کیه و همه چون این رو با سی می نوشتم من اومدم گذاشتم ماکان ویت کی، یعنی ماکان با کی. واسه همین حس میکنم یه آیدی باحالیه که دوستش هم دارم، خودم مشکلی باش ندارم. بهترین خاطره و بزرگترین ترست؟ بزرگترین ترسم که میشه واقعا، ببین این چیز کلیشه‌ای ها، خب همه مثلا میگن وای از دست دادن فلانی، از دست دادن عزیزم. خب این یه چیزی که واسه همه هستش، خب ولی من یه فوبیای عجیب دارم و اون فوبیای سوزنه. خب خیلی همین فوبیا رو دارم، واقعا چیز عجیبی حالا نیستش، نمیدونم چجوری رفتم تتوهامو زدم، ولی فوبیای سوزن دارم. حالا نمیدونم ترس محسوب میشه یا نه، ولی خب اینه. بهترین خاطرم من میتونم اولین مدالی که توی باشگاه گرفته باشم، مثلا مسابقه‌ای که با شهر محمود آباد داشتیم و بردیم و اونجا خب مدال گرفتم و خاطره خوبی میتونه واسم باشه. سوال بعدی، ورزش میکنی؟ ورزش میکردم. من 8 سال یا 9 سال به طور حرفه‌ای میرفتم بسکتبال و
دیگه نشد که ادامهش بدم دیگه. میگم کلا مسیر زندگی من رفتش به سمت اینکه برم دنبال کارم، برم علاقه‌مو دنبال کنم که همین اینستا و یوتیوب هستش. واسه همین دیگه فرصتش نشدش حقیقتا. قد و وزن دقیق تو میشه بهم بگی؟ باور کن اسم میکنم میخوای بیای خواستگاریم. این چه سوالایی میپرسی؟ قد من 186 87 اینطوراست و وزنم هم 77 کیلو بودم اگه اشتباه نکنم. نصفش هم به خاطر قدمه، وگرنه لاغرم. من آدم لاغریم. سوال بعدی خیلی باهات حال میکنم. به حضرت عباس، این شماهایین، این منم. شما اگه نباشید منم نیستم. خیلی دوستتون دارم، به خدا دارم جدی میگم. یعنی اصلا میام دایرکتاتون رو باز میکنم، میام کامنت ها رو میخونم، اصلا اینجوری هم که خدایا کاشکی من زودتر میومدم اینجا، کاشکی من زودتر میومدم با شماها خوشگلا آشنا میشدم. میفهمی؟ و سوال بعدی، پرسپولیسی هست یا استقلالی؟ اصلا فوتبالی نیستم، حتی تیم ملی، اصلا هیچی. فوتبال تعطیل، کلا تعطیل. راجع بسکتبال هر سوالی داشتی به در خدمت هستم. ولی اگه یه جایی ببینم پرسپولیس و استقلال با هم دیگه بازی دارن، دوست دارم پرسپولیس ببره. یا چه میدونم بارسا و رئال اگه مسابقه داشته باشن، دوست دارم رئال ببره. این مدلی ام. وگرنه اینکه بشینم تک تکی فوتبال رو نگاه کنم، نمیدونم چند شد و وای داد بزنم اینطوری شد اونطوری شد، خیر به هیچ عنوان اصلا. خب گایز، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بنده بودید. ببخشید اگه نتونستم به همه سوالاتون جواب بدم. حس میکنم مهمتریناش و پرتکرارتریناش همین بودش. اگه دوست داشته باشید بازم من میتونم یه پارت دیگه واسهتون اینو بسازم، اینجور ویدیوهای Q&A رو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک ویدیو یادت نره. اگه منو ساب نداری حتما سابسکرایبم کن. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.